وأنت قسيم أبا حسن ولو كان لي أمل إذا غفرت عن خلقي جحيم فكيف يخاف حر النار عبد يوليكم وأنت لا قسيم بآل محمد عرب الشباب وفي أبيات نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب ولا سيما أبا حسن علي له في الحرب مرتبة وتهاب طعام سيوفه موج الأعادي وفيض دم الرقاب له شراب وزربته كبيعة يوم بخم معاقدها من القوم رقاب علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كل تراب هو البكاء في المحراب لا هو البكاء بالمحراب ليلى هو الزحاك إذا اشتد الزراب هر در زنم بلای ولی جستجو کنم هر جا روم ز حب علی گفتگو کنم شهدم دهی به لب نزنم جز به نام او زهرم دهی به یاد رخش در گلو کنم با کعبه غم به نام علی آشنا شدم چون زاده آه اوست بر اون قبله رو کنم خوگم یکی حدیث من از نعت مرتضام با مشام اهل بلامش گلو کنم کدام حدیث روز نبین به حجره زهرا رسید و گفت دختر عزیز من زهرای من اول خوش است که از گل روی تو بو کنم زهرا شکست خاطر و افسرده حال گفت بابای عزیز من یا رسول الله خواهم که با تو رکوه دل رو به رو کنم جان پدر چرا که تو این باز ابنم نام نبردی از نفست بوی او کنم فرمود زهرای من علتیست در انجاز من نرنج کاری که من اراده نمایم نکو کنم چون از سفر رسیده به زوری نداشتم حاشا که ذکر نام علی
به زور کنم. ایام فاطمیه در پیش از امسال به نام شاه ولایت ابوالایتام نامگذاری شده است. صلوات الله علی الجوهرة القدسیه فی تعین الانسیه صورت النفس الکلیه جواد العالم العقلیه بضعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عين عيون الأسرار الفاطمية الناجية المنجية لمحبيها عن النار ثمرة شجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقد المجهولة بالقد قرة عين الرسول الزهراء البتول قربانم به قبر مغفرت بیبی جان دنیا سقط ریب و دریا زهرام که فرصت جلوه دارد اینجا زهرام قدرش بود امروز نهان چون دیروز هنگامه کند ولیک فردا زهرا خالق چو کتاب خلقت انشا فرمود عالم چو الف با شد و معنا زهرا احمد چه خدا گفت به مدحش لولا کی می شده آفرید لولا زهرام او سر خدا و لیلت القدر نبیست خیلی دو سران درخت طوبا زهرام قربانم به مقامت زهرا جان زهرا جانم در اهل کسان محور شخصیت هاست ما بین اب و بعد و بنوها زهرام عاشقان بیبی آن پرهان همین مادر صدق نسو فرمود نبی ابیها زهرام عاشقان اون پایه که دیروز محمد بریها امروز نگه داشتی بر پا زهرام از احمد و مرتضی چه باقی ماند از مجمعشون شود چون اینها زهرام حرمت بگیدر که در سکوت مقتل یک زن نبود سوار الا زهرا هنگام شفاعت چو رسد روزی جزا کافیست برای شیعه